3 تا تمرین میخوام بگم برای افرادی که زانو درد دارن. بریم ببینیم چجوری انجامشون بدیم. تمرین اول یه پاخمه. پایی که میخوایم تمرین بدیم صافه. یه ذره به سمت بیرون میچرخونیم، پا رو میاریم بالا، از 1 تا 5 میشماریم، میبریم پایین. 10 تا صبح، 10 تا ظهر، 10 تا شب. تمرین بعدی روی پهلو میخوابیم. پایی که میخوایم تمرین بدیم بالا قرار گرفته. بدون اینکه مچ پا جدا بشه زانوها رو از هم دور میکنیم. 5 شماره نگه میداریم، میاریم پایین. دوباره 10 تا صبح، 10 تا ظهر، 10 تا شب. تمرین بعدی روی پهلو میخوابیم. پایی که میخوایم تمرین بدیم بالا قرار گرفته. میاریمش بالا، از 1 تا 5 میشماریم، میاریم پایین. 10 تا صبح، 10 تا ظهر، 10 تا شب.